بله بینندگان عزیز گرامی، دیگه از کوزه امان برون تراود که در اوست. از حوزه علمی دیگه بیشتر از این نمیشه توقع داشت، جایی که این خزعبلات و خرافات رو هم به خورد مردم میدن و هم به خورد آخوندهای جدیدی که اونجا میرن و سال به سال تا که آخوند زیاد میشه در مملکت و در جهان، میبینیم که این کشور به طرف تباهی و به طرف نابودی و به طرف دربدری بیشتر در حرکت است. حالا نمونه دیگری از این توهین به کعبه بود. من گفتم که حتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین میکنن. البته در سبحان الله وقتی که استاد اینها ابلیس هست، استاد اینها یهود هست، یهودی که در طول تاریخ با مسلمان ها کینه و عداوت دشمنی داشتن، چنان در لفافه و در قالب زیبا توهین ها و اهانت هاشون و اون بغض و عداوت و کینه‌ای که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و نسبت به مقدسات اسلام داره رو ابراز میکنن که تا انسان دقت نکنه متوجه نمیشه. حالا مثلا میگن که زیارت ابا عبدالله، خب اگر که اعتراض کردی، خب میگه ابا عبدالله مگه کیه؟ اینم نوه پیامبر صلی الله علیه و سلم است و فلان است و کربلا و یزید و فلان و یعنی روزخونی رو دیگه خودتون شنیدید، بیشتر میدونید که چطور قضیه رو توجیه میکنن. اما این یکی خیلی جالبه که چطور توهین میکنن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من کلیپی رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم. کلیپ خیلی جالبی است. واقعا هم اگر این جادوگرای هالیوود و اینا اگر این چیزا رو بشنون، واقعا یک سوژه مناسبی میشه براشون. یعنی نکته رو که میخوام بهش اشاره بکنم، در نظر بگیرید در برای صحبت اینا مزایایی رو برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در اینجا بیان میکنه که ایشون رو مافوق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار میده. چون اعتقاد این است که امامت افضلتر از نبوت است. این اعتقادشون هست. برای که رسوا نشن در بین مسلمان ها، میگن که امامان از همه انبیا افضلترن الا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما حقیقتش اینه که حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برتر میدونن و این همون به اصطلاح برنامه ابن سبع یهودی بود که چگونه این مقدسات رو به زیر بندازه و مسلمان ها رو گمراه بکنه و راهی بهتر از این آخوندا پیدا نکرد و این روشی است که امروز سبعیان و پیروانشون در بین مسلمان ها به نام اسلام، به نام محبت اهل بیت، به نام محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنن. این کلیپ رو با دقت توجه کنید. آقا پیغمبر فرمود علی جان بمون تو بستر، بعد که فاطمه رو بیار و عرضم به حضور که اینم امانت ها مردوبه تو مکه بده و قصه هجرت پیغمبر. حالا چقدر فرق است بین اونی که در خطر خوابید با اونی که از خطر در رفت بماند. اینجا میخواد طعنه بزنه به سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر بدون ذکر اسم و میاد میگه اونی که در خطر خوابید و اونی که از خطر در رفت. تناقض از تمام وجود اینها میباره. دین تناقض است. مذهب تناقض است. میگن که ائمه غیب میدونستن. خب حضرت علی غیب میدونسته و میدونسته که هیچ بلایی سرش نمیاد وقتی که در جای پیامبر بخوابه. جناب آخوند، اون علی که شما میپرستید غیب میدونه و کسی که غیب میدونه خب خبر داره که فردا چه اتفاقی براش میفته. پس حضرت علی میدونست که در بستر پیامبر خوابید، هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه. پس این فضیلتی نیست. یکی نمیدونه
غیبم نداره، اما با پیامبر همراه میشه، همه مشکلات رو به جان میخره. یکی علم غیب داره و میدونه که فردا چی میشه، میره در بستر پیامبر میخوابه به امر پیامبر. خب این خیلی فرقه. ملائکه اگر گناه نمی کنند چون معصومند، فضیلتی برای ملائکه نیست که گناه نکنند. فضیلت برای انسانی است که هوای نفس در وجود او قرار داده شده اما گناه نمیکنه. این از فضیلت. امامان و ائمه و بزرگان اینها طبق ادعای خودشون معصومن. یعنی مثل کامپیوتری که یک ویندوزی خاصی روش نصب شده، دیگه نمیشه چیزی رو اضافه کرد، نمیشه چیزی رو کم کرد. طبق همون به اصطلاح برنامه هایی که نصب شده داره حرکت میکنه. خب که فضیلتی نیست. فضیلت اونه که الله سبحانه و تعالی انسان رو آفرید، در وجود انسان هوای نفس رو قرار داد، میل به گناه رو قرار داد، میل به شهوات رو قرار داد، اما انسان از تقوا و پرهیزگاری کار میگیره، میشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از گناه دوری میکنه. و الا اسمتی که در اون هیچ گناهی نباشه، این فضیلتی محسوب نمیشه. الا برای انبیا علیهم السلام اسمت در دعوت و تبلیغ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دین الله رو کامل و سالم و به تمام معنا برسانند. از گناهان کبیره چرا معصوم هستند؟ به خاطر اینکه این خلاف مروت است که یک پیامبر الهی که صاحب رسالت هست مرتکب این گناه بشه. اما وقتی ما بیم برای انسان‌های دیگر غیر از انبیا که هیچ نص صریحی بر عصمت اونها وجود نداره، خب اینجا دچار تناقض میشن اینا. این هم یکی از این تناقضاتی بود که ایشون در اینجا بیان کرد. خب چون هدف توهین به صحابه بود، فراموش کردین قضیه علم غیب و عصمت و این مسائل رو. ادامه رو ببینیم. چقدر طول کشیده؟ بعضی گفتن نزدیک به 1 ماه طول کشیده. پیغمبر وقتی اومد یثرب همه دور پیغمبر رو گرفتن، آقا بفرما منزل ما. اون همه تجار، همه ملاکین، همه پولدارا، فقیرا، همه یا رسول الله بیاین خونه ما. فرمود نه، من وارد مدینه نمیشم تا برادرم علی بیاد. و چون معطل میشیم یه مسجد بسازیم به نام مسجد قبا. مسجد قبا اولی مسجد ساخته شد. مسجد که ساخته شد مولا که اومدن مردم ریختن سر امیرالمومنین. فهمیدن این آقا خیلی نازنینه که پیغمبر پاشو تو شهر نگذاشته داره این آقا. یکی اومد گفت یا علی میاین امشب خونه ما؟ فرمود میام. و یکی گفت خونه ما میاین؟ فرمود امشب میام. یکی گفت شما؟ میام. 40 نفر برای یک شب علی رو دعوت کرد. فردا یکیشون اومد از اون 40 نفر گفت که دیشب امیرالمومنین خدا منت سر گذاشت خونه ما بود. میگن دروغگو حافظه نداره و گفتم که سراسر وجود اینها تناقض. امیرالمومنین دیشب خونه ما بود. اگر علی اون موقع امیرالمومنین بود پس پیامبر چی کاره بود؟ اون موقع پیامبر امیرالمومنین بود نه حضرت علی. اما چون دروغ داره میگه، داستان بافتن، دروغ گفتن، تلبیس کردن، خیانت کردن برای اینا مثل آب خوردنه. و بله طرف اومد گفت امیرالمومنین خونه ما بود. کدوم امیرالمومنین؟ اون موقع حضرت علی رضی الله تعالی عنه در انگام وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم به منصب امارت مؤمنین منصوب نشده بودن. امیر مؤمنین، سید مؤمنین، سردار مؤمنین، پیامبر مؤمنین، فرمانده مؤمنین، همه کاره مؤمنین در اون موقع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن. خب اینا دیگه آخونده، شما تحمل کنید. ادامه‌شو ببینید. یکی گفت چرا دروغ میگی؟ خجالت نمیکشی؟ و این کلمات هم ببینید که به چند نفر از اصحاب پیامبر توهین میکنه در قالب یک داستان. اصحاب پیامبر رو میگه بهم دیگه اینطوری برخورد میکنن، دروغگو بهم دیگه میگفتن. ادامه رو ببین. دروغ میگی؟ خونه ما بود.
سومی گفت تو هم دروغ میگی. من چرا دروغ میگی؟ چهارمی گفت تو هم دروغ میگی. تا چهلمی دعوا شد. اومدن پیش پیغمبر. جالب اینه این روایات سنی هم نقل میکنن این کتابه رو بخونید، قوقاست. اومدن پیش آقا به جان علی، به جان زهرا امیرالمومنین دیشب خونه ما بود. و طبعا وقتی که آدرس میدن دیگه صفحه و جلد و اسم کتاب نیست، به اون کتاب رو بخونید. کتاب که یک آخوند اصفهانی نوشته به نام امیر مومنان در مکتب خلفا. و اینا دیگه از این دروغگویی ها و از این داستان سرایی ها تا دلتون بخواد دارن. یک نکته دیگری هم بگم که طوری وانمود میکنن که صحابه مثل خودشون مشرک بودن که به جان هم دیگه قسم میخوردن. تا دیگه گفتن به جان علی، به جان زهرا، به جون خودت یا رسول الله خونه ما هم. پیغمبر یه لبخندی زد فرمود اینایی که دیشب خونه شما بودن نه ملائکی بودن، ممثل بودن به شکل علی. دیشب علی خونه من بود. الان به صحابه گفت که دروغ میگن، دروغ میگن، دروغ میگن، دروغ میگن. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو هم دروغگو جلوه میدن، به هم عصمت رو ازشون انکار میکنن، به هم علم غیب رو انکار میکنن. دقت بکنید. یک بار دیگه یک کمی عقب‌تر برگردیم. احمد جان. آقا به جان علی، به جان زهرا امیرالمومنین دیشب خونه ما بود. 39 تا دیگه گفتن به جان علی، به جان زهرا، به جون خودت یا رسول الله خونه ما هم بود. پیغمبر یه لبخندی زد فرمود اینایی که دیشب خونه شما بودن نه ملائکی بودن، ممثل بودن به شکل علی. دیشب علی خونه من بود. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله شرمندم، اونی هم که دیشب خونه تو بود علی نبود، ببخشید. علی دیشب در عرش مهمان خدا بود. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. علی دیشب در عرش مهمان خدا بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم طبعا بیچاره، البته این رسولی که اینا بهش اعتقاد دارن، چون اینا میگن که اون پیامبری، اون علی، اونو که ما بهش اعتقاد داریم، اون خدایی که ما بهش اعتقاد داریم غیر از خدای مسلمان هاست. به طبیعت حال این پیامبری که اینا با این تمسخر و با این توهین و اهانت ذکرش میکنن غیر از اون رسول محبوب اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. رسول الله اون شب یک فرشته‌ای به اصطلاح به شکل حضرت علی اومده، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو فریب داده. پیامبرم چون که علم غیب، اینجا دیگه سنی شدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم علم غیب هم نداشته که خبر بشه که این کی بوده. و حضرت علی مهمان خدا بوده در عرش. شما رو به خدا هدف از این داستان سرایی ها چی است؟ نه این است که مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بیارن پایین؟ مگر نه این است که میخوان مرتبه حضرت علی رو بالاتر ببرن از سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ مثل این توهین ها، مثل این اهانت ها نسبت به رسول محبوب اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حتی در کتاب های اینها به وفور دیده میشه که توهین میکنن به رسول محبوب اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اینکه ایشون یعنی شما تصور بکنید، یک لحظه این کتاب رو ببینید. علل الشرایع هست از شیخ صدوقشون، اینم چاپ کتاب، اینم شناسنامش. دلیل یتیم بودن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اینکه ایشون فرزند نداشتن رو تا بالا حکمتش رو درک کردید. این شیخ صدوق میاد این رو برای شما تشریح میده. من قضاوت رو میگذارم به عهده شما. لأي علة لم يبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قال لأن الله خلق محمدا نبيا. الله سبحانه و تعالی محمد رو پیامبر خلق کرده. این از ابی عبدالله روایت میکنن از امام جعفر صادق. و علی علیه السلام وصیه، و علی علیه السلام رو وصی ایشون تعیین کرد. فلو کان لرسول الله ولد من بعده لکان اولا به رسول الله. اگر که ایشون فرزندی می داشت پس ایشون اولاتر می بود به
رسول الله صلی الله علیه و سلم من امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین علی علیه السلام، فکانت لا تثبت وصیت امیر المؤمنین. به همین دلیل این وصیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد امیر المؤمنین کرده بود این ثابت نمیموند. من که میگم دین عبدالله ابن سبع و آخوندهای رافضی همش تناقضه، و که دلایلش هم اینجاست. دوباره این نص نشون بده احمد جان. ببینید اینجا زوم بکنین که لکان اولا به رسول الله، اگر ایشون فرزندی می داشت چی بود؟ اولاتر بود به رسول الله صلی الله علیه وسلم من امیر المؤمنین، فکانت لا تثبت وصیته. این اولا به رسول الله اگر می بود وصیتش به اصطلاح ثابت نمیشه. اولا این وصیت کی ثابت شد؟ ثابت به معنی این که تثبیت بشه، یعنی پایدار بمونه و اجرا بشه. اولا که نشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزندم نداشت، حضرت علی هم به عنوان وصی و جانشین طبق ادعای این آخوندا تعیین کرد، اما این پایدار نموند. کسی اصلا عمل نکرد به این، کسی گوش نکرد به این، طبق ادعای اینا البته که ما میگیم وصیتی وجود نداشته. ثانیاً اگر قضیه اولا بودن باشه، در آیه ما داریم در قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، میگه ای مؤمنین پیامبر از نفس شما بر شما اولاتر است. متصل بعدش میگه و ازواجه امهاتهم، و همسران پیامبر چی است؟ مادران مؤمنین هستند. یعنی همون گونه که پیامبر بر شما اولاست، همسرانش هم اولا هستند بر شما که احترام اونها رو بگذارید، به اونها توهین نکنید. اما چون دین تناقض هست، این مسائل دیگه به وفور در این دین پیدا میشه. و این یکی رو ببینید که توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم در بحار الانوار هست. این بحار الانوار جامع الخرافات ملا باقر مجلسی، اینجا ببینید که از امام صادق در صفحه 22 جلد 53 میگه که قال صادق یا مفضل ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اللهم حملني ذنوب شیعة اخی و اولادی الاوصیاء ما تقدم منها و ما تأخر الى یوم القیامه ولا تفزحني بين النبیین والمرسلین في شیعتنا فحمله الله ایاها و غفر جمیعها. یعنی چی؟ امام جعفر صادق گفت ای مفضل، میدونی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بارالله گناهان شیعیان برادرم و اولادش رو بر دوش من قرار بده، هرچه گناهی که کردن و خواهند کرد تا روز قیامت. یعنی هر شیعی اگر دروغ بگه بار دوش پیامبر، هر شیعی اگر زنا بکنه علیاذ بالله بار دوش پیامبر، هر شیعی اگر که مال مردم بخوره بار دوش پیامبر، تا روز قیامت. این همه جنایت هایی که شیعیان دارن انجام میدن، این پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم داره اینا رو حمل میکنه طبق این روایتی که اینا میگه. خداوندم چی کرد؟ فحمله الله ایاه، خداوندم این گناهان رو همه رو بر دوش پیامبر گذاشت، بعد از اون چیکار کرد؟ همه رو بخشید. این است معنای نبوت در نزد روافض و در دین اینا. و همچنین در مورد این که خیلی مطالبی هست که توهین‌های شنیعی به پیامبر است که والله من خجالت میکشم جلوی دوربینی تصاویر رو نشون بدم. یک مرتبه یکیشو نشون دادم، یکی از بینندگان زنگ زد گریه کرد بعد از برنامه، تو رو خدا این چیزها رو نشون ندید. و من به احترام شیعیان و اهل سنت و مسلمانان واقعی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو از جانهای خود بیشتر دوست دارن، من این تصاویر رو نشون نمیدم. تهمت‌های جنسی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب‌های اینا وجود داره. و بعد از اون یکی از نمونه‌های دیگری که در کتاب‌های اینها
وجود داره. من این رو بهتون نشون بدم که ببینید که حضرت علی رو افضل میدونن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. الانوار النعمانیه، صفحه 19، سید نعمت الله جزائری. ببینید در اینجا میگه که صدوق روایت کرده از پیامبر که به من 3 چیز داده شده که در این 3 چیز علی با من مشارکت داره. اعطیت 3 و علی مشارکی فیها و اعطی علی 3 و لم اشارکه. 3 چیز دیگه به علی داده شده که من با اون مشارکت ندارم. همون 3 چیزی که به پیامبر داده بودن کاش که خاص میدادن به پیامبر. همون 3 چیزن علی تو شریک بوده. 3 چیزی که به علی داده شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون مشارکتی ندارن. ببینیم چی است. فقیل یا رسول الله و ما 3 التي شارکك فیها علی. و این 3 چیزی که علی با تو مشارکت داره چی است؟ قال لواه الحمد لی، اون پرچم حمد در روز قیامت برای من است و علی حامله، علی حامل آن هست. والکوثر لی و علی ساقیه، حوض کوثر از من است و ساقی این حوض کی است؟ علی است. و طبعا وقتی این علی که اینا بهش اعتقاد دارن، نه علی امیر مومنان سیدنا علی ابن ابی طالب که ما بهش اعتقاد داریم، این علی که اینا بهش اعتقاد دارن طبعا فقط دیگه به مجلسی و به کلینی و خمینی و خامنه‌ای دیگه از این آب میده، بقیه دیگه همه به جهنم. والجنة والنار لی و علی قسیمها، جنت و بهشت و دوزخ از من است، تقسیم کنندش هم کی است؟ علی. این که مشارکت بود با رسول الله. اما 3 التي اعطي علی ولم اشارکه فیها، اون 3 چیزی که خاص علی داره که پیامبر باش مشارکت نداشته چی بوده؟ فانه اعطي شجاع ولم اعطي مثله، به علی شجاعت داده شده، به من شجاعت داده نشده مثل علی. خمینی رو یادتون میاد که تو کتابش تهمت ترسویی به پیامبر صلی الله علیه و سلم زده بود؟ سرچشمش اینجاست. این سید نعمت الله جزائری رو سالن بزرگ داشته سید نعمت الله جزائری، قبرش هم زیارتگاه روافض است و آخوندها و خامنه‌ای هم هر سال مشارکت میکنه در بزرگداشتیشون. این سید نعمت الله جزائری است. علی شجاع است، پیامبر شجاع نیست مثل علی. و اعطی فاطمه الزهرا زوجة، فاطمه زهرا به همسریشون داده شده. ولم اعطی مثلها، به من مثل فاطمه داده نشده. و اعطی ولدیه الحسن و الحسین علیهم السلام ولم اعطی مثلهما، 2 تا فرزند بهش دادن، حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما، و به من مثل ایشون فرزندی ندادن. 3 درجه داره پیامبر، علی باش مشارکت داره. 3 درجه دیگه علی داره که پیامبر باش مشارکت نداره. یعنی چی؟ این است کسانی که ادعا میکنن که حضرت علی رو دوست دارن. و مثل این توهین‌های فراوانی در کتاب‌های اینا وجود داره که من نمیخوام بیشتر از این صحبت بکنم و باعث رنجش خاطر شما عزیزان بشم.